با ملای عمومی اون مسجد در تاجیکستان بسیار همین صدقه فطر جمع کرده با ملای عمومی مسجد میتیان درست میشه یا که نه؟ عموما یعنی که این صدقه برای کی داده می شود دو قول است. قول یکم برای فقرا و مساکین و قول دوم به همون 8 جایی که زکات داده می شود صدقه فطر هم به همون آدم ها داده می شود، به 8 گروه آدم ها. یعنی که این مسئله خلاف است و بعضی علما میگن که خوبتر است که برای مسکین ها داده شود تا اینکه طبق بعضی حدیث ها در آن روز یعنی بی حاجت مانند، کار نکنند روز عید یا مقصد مشقت نکشند مانند دیگرها، یک چیزی خورده توانند که پیشتر نمی توانستند مقصد عید کنند. بنابراین خوب میشد که برای مسکین ها و فقیرها داده شود. صدقه فطر به ساختن مسجد و به خریدن لامپوچکه های کم مصرف خیلی چیزا داده نمیشد. این برای آدم داده میشد، آدمی محتاج مسلمان